اگه بهت بگم زندگی امروزت نتیجه عادتایی که حتی بهشون فکرم نمی‌کنی، باور می‌کنی؟ شاید بارها خواستی تغییر کنی، ورزش رو شروع کنی، کتابی بخونی یا یک عادت بد رو کنار بذاری. اما بعد از چند روز همه چیز به حالت قبل برگشته. جیمز کلیر در کتاب عادتهای اتمی یک راز ساده رو توضیح میده. برای ساختن یک زندگی متفاوت لازم نیست تغییرات بزرگی ایجاد کنی. فقط باید عادتهای کوچیک رو درست بسازی. در این ویدیو مهمترین ایده های این کتاب رو با هم یاد میگیریم. چرا بعضی آدما هر هدفی رو که تعیین میکنن به اون میرسن، اما بعضی دیگه با اینکه انگیزه زیادی دارن همیشه بعد از چند روز تسلیم میشن. اگه فکر میکنی از اراده است، شاید کاملا اشتباه فکر میکنی. امروز قراره درباره ایده‌ای صحبت کنیم که نگاه میلیون ها نفر رو به تغییر عادت‌ها عوض کرده. کتاب عادت‌های اتمی. واقعیت اینه که بیشتر ما مشکل کمبود انگیزه نداریم. مشکل اینه که سیستم درستی برای ساختن عادت‌ها نداریم. کتاب عادت‌های اتمی بیش از این که درباره انگیزه باشه، درباره ساختن یک سیستمه. سیستمی که باعث میشه حتی در روزهایی که حال و حوصله هم نداری بازم به مسیرت ادامه بدی. در چند دقیقه آینده مهمترین ایده های این کتاب رو با هم مرور میکنیم. ایده هایی که اگه فقط یکی از اونا رو اجرا کنی ممکنه مسیر زندگیت رو تغییر بده. همه ما حداقل یک بار تصمیم گرفتیم که از فردا زندگیمون رو تغییر بدیم. از فردا ورزش کنیم، کتاب بخونیم، کمتر وقتمون رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونیم و بالاخره به هدفی که مدت هاست به عقب انداختیم برسیم. اما چند روز بعد همه چیز به روال قبل برمیگرده. سوال اینجاست: چرا؟ آیا واقعاً مشکل از کمبود اراده است؟ یا چیزی عمیق‌تر پشت این شکست‌های تکراری پنهان شده؟ جیمز کلیر نویسنده کتاب عادت‌های اتمی معتقده بیشتر ما نه به خاطر ضعیف بودن بلکه به خاطر داشتن سیستم اشتباه شکست می‌خوریم. او میگه موفقیت نتیجه یک تصمیم بزرگ نیست، نتیجه صدها انتخاب کوچیک و عادت‌هایی که هر روز حتی بدون فکر کردن انجام میدیم. در این ویدیو قرار نیست فقط با ایده های این کتاب آشنا بشیم. قراره یاد بگیریم چگونه عادتهایی بسازیم که بدون تکیه بر انگیزه آروم آروم زندگیمون رو تغییر بدن. پس بیایید از مهمترین سوال کتاب شروع کنیم. چرا تغییر کردن اینقدر سخته؟ اجازه بده با یک سوال شروع کنم. چند بار برای خودت برنامه ریختی که از شنبه ورزش رو شروع کنی یا هر شب قبل از خواب کتاب بخونی؟ شاید هم تصمیم گرفتی کمتر از گوشی استفاده کنی. احتمالاً روزای اول همه چیز خوب پیش رفته، اما بعد از چند روز دوباره به همون عادتهای قبلی برگشتی. این اتفاق فقط برای تو نیست، تقریباً همه ما اون رو تجربه کردیم. اما چرا؟ بیشتر آدما فکر میکنن مشکل از اراده است. با خودشون میگن من آدم با اراده‌ای نیستم. جیمز کلیر میگه این باور بزرگترین اشتباه ماست. او معتقده مشکل اصلی این نیست که آدم ضعیفی هستی. مشکل اینه که با یک سیستم اشتباه میخوای تغییر کنی. فرض کن میخوای هر روز کتاب بخونی، اما کتابا داخل کمد هستن و گوشی روی میز کنار دستت. هر بار که حوصله‌ات سر میره دستت ناخودآگاه به سمت گوشی میره، نه کتاب. حالا برعکسش رو تصور کن. کتاب روی بالش قرار داره و گوشی در اتاق دیگریه. بدون اینکه اراده بیشتری داشته باشی احتمال اینکه کتاب رو برداری خیلی بیشتر میشه. این یعنی رفتارهای ما بیشتر از اینکه به انگیزه وابسته باشه به محیط و عادت‌ها وابسته است. اولین درس مهم کتاب رو یاد میگیریم. اگه میخوای زندگی تغییر کنه
قبل از اینکه خودت رو تغییر بدی، سیستمی رو که هر روز در اون زندگی میکنی تغییر بده. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که عادت‌های اتمی از بیشتر کتاب‌های موفقیت جدا میشه. چون به جای اینکه فقط بگه بیشتر تلاش کن، به تو یاد میده چطور شرایطی بسازی که انجام دادن کار درست ساده تر از انجام ندادنش باشه و این تازه آغاز ماجراست. در بخش بعدی به مهمترین سوال کتاب میرسیم. عادت‌ها اصلا چگونه در مغز ما ساخته میشن؟ حالا که فهمیدیم مشکل اصلی کمبود اراده نیست، سوال مهمتری پیش میاد. اصلاً یک عادت چگونه در مغز ما شکل میگیره؟ جیمز کلیر میگه تقریباً تمام عادتهای ما از یک چرخه ساده پیروی میکنن. چرخه‌ای که بارها و بارها بدون اینکه متوجه بشیم در زندگیمون تکرار میشن. فرض کن هر روز عصر وقتی از سر کار یا دانشگاه برمیگردی احساس خستگی میکنی. همین احساس خستگی اولین جرقه است. بعد مغزت به دنبال چیزی میگرده که حال تو رو بهتر کنه. شاید سراغ گوشی بری، شاید یخچال رو باز کنی، شاید هم تلویزیون رو روشن کنی. وقتی این کار رو انجام میدی، برای چند دقیقه احساس بهتری پیدا میکنی و مغزت یک پیام ساده دریافت میکنه. دفعه بعد هم همین کار رو انجام بده. به همین سادگی یک عادت شکل میگیره. نکته جالب اینجاست که مغز ما عاشق صرفه‌جویی در انرژیه. هر کاری که چند بار تکرار بشه کم کم از یک تصمیم آگاهانه به یک رفتار خودکار تبدیل میشه. برای همینه که بعضی وقتها بدون اینکه حتی تصمیم بگیری قفل گوشی رو باز کنی و چند دقیقه بعد تازه متوجه میشی اصلا دلیل خاصی برای این کار نداشتی. اما همین ویژگی یه خبر خوبم داره. اگه مغز میتونه عادتهای بد رو خودکار کنه، میتونه عادتهای خوب رو هم خودکار کنه. این دقیقاً همون چیزیه که جیمز کلیر میخواد به ما یاد بده. به جای اینکه هر روز با خودت بجنگی، کاری کن که رفتار درست به انتخاب پیش‌فرض مغزت تبدیل بشه. و اینجاست که به مهمترین بخش کتاب میرسیم. جایی که جیمز کلیر 4 قانون ساده معرفی میکنه. قوانینی که اگه اونها رو در زندگی اجرا کنی، ساختن عادتهای خوب بسیار آسان‌تر میشه. اولین قانون شاید ساده به نظر برسه، اما میتونه زندگیت رو تغییر بده. عادت خوب رو آشکار کن. جیمز کلیر میگه اولین قدم برای ساختن یک عادت خوب این نیست که ارادت رو قوی کنی، بلکه باید اون عادت رو جلوی چشمت قرار بدی. شاید این حرف خیلی ساده به نظر برسه، اما یک سوال از خودت بپرس. آخرین باری که بی اختیار گوشیت رو برداشتی واقعا به اون نیاز داشتی یا فقط چون جلوی چشمت بود دستت به سمتش رفت؟ بیشتر رفتارهای ما واکنش به محیط اطرافمونه. اگه روی میزت همیشه شکلات باشه، احتمال خوردنش خیلی بیشتره. اگه کفش ورزشیت داخل کمد و ته یه جعبه باشه، احتمال ورزش کردن کمتر میشه. اما اگه همون کفش رو از شب قبل کنار در بذاری، صبح که از خواب بیدار میشی، انگار محیط به تو یادآوری میکنه که امروز قرار ورزش کنی. این یعنی محیط قبل از اراده تصمیم میگیره. جیمز کلیر پیشنهاد میکنه هر عادت خوبی که میخوای بسازی تا جای ممکن اون رو آشکار و در دسترس قرار بده. میخوای بیشتر کتاب بخونی؟ کتاب رو روی میز کنار مبل بذار، نه داخل کتابخونه. میخوای آب بیشتری بنوشی؟ بطری آب رو روی میز کارت قرار بده. میخوای زبان انگلیسی یاد بگیری؟ اپلیکیشن آموزش زبان رو به صفحه اول گوشیت منتقل کن. این تغییرات شاید کوچیک به نظر برسن، اما دقیقاً همین تغییرات کوچیک هستن که مسیر زندگی رو عوض میکنن. یک جمله از این کتاب رو همیشه به خاطر بسپار: انضباط همیشه از طراحی خوب محیط قوی تر نیست، اما طراحی خوب محیط نیاز به انضباط رو کمتر میکنه. حالا از خودت بپرس، اگه همین امروز فقط یک تغییر کوچیک در محیط اطرافت ایجاد کنی، کدوم عادت خوب برات آسان تر میشه؟ این اولین قانون بود. اما قانون دوم حتی از این هم جالب تره، چون توضیح میده چرا بعضی عادتها رو با اشتیاق انجام میدیم و بعضی رو همیشه به تعویق میندازیم. عادت خوب رو جذاب کن. تا حالا از خودت پرسیدی چرا میتونیم ساعتها در شبکه‌های اجتماعی بچرخیم اما خوندن فقط چند صفحه کتاب برامون سخته؟ جوابی ساده است. مغز ما عاشق پاداشه.
هر کاری که حس خوبی به ما بده، مغز سعی میکنه دوباره اون رو تکرار کنه. به همین دلیله که بعد از شنیدن صدای نوتیفیکیشن ناخودآگاه گوشی رو برمیداریم. مغز ما منتظر یک پاداشه، شاید یک پیام، یه خبر خوب یا حتی یه لایک. جیمز کلیر میگه اگه میخوای یک عادت خوب رو ماندگار کنی، باید اون رو برای مغزت جذاب‌تر کنی. اما چطوری؟ یکی از بهترین روش‌ها اینه که عادتی رو که باید انجام بدی با کاری که دوستش داری ترکیب کنی. مثلا اگه عاشق قهوه هستی، با خودت قرار بذار فقط زمانی قهوه بنوشی که در حال مطالعه باشی. یا اگه از گوش دادن به موسیقی لذت میبری، فقط هنگام پیاده روی یا ورزش موسیقی مورد علاقت رو پخش کن. کم کم مغزت بین اون لذت و عادت جدید ارتباط برقرار میکنه. بعد از مدتی دیگه برای شروع اون عادت لازم نیست با خودت بجنگی، چون مغزت خودش منتظر انجام اون خواهد بود. یه لحظه به زندگی خودت فکر کن. چه کاری رو اونقدر دوست داری که بتونی از اون به عنوان جایزه برای ساختن یک عادت خوب استفاده کنی؟ شاید همین سوال نقطه شروع یک تغییر واقعی باشه. اما حتی اگه عادت رو آشکار و جذابم بکنی، باز هم یک مانع بزرگ وجود داره. اینکه شروع کردن سخته. حال از تو بپرسم، اگه قرار باشه از امروز هر روز 1 ساعت ورزش کنی، احتمال اینکه بعد از 1 هفته ادامه بدی چقدره؟ شاید در روزهای اول با انگیزه شروع کنی، اما خیلی زود خسته میشی. حالا تصور کن فقط از خودت بخوای کفش ورزشیت رو بپوشی و 2 دقیقه راه بری. خیلی ساده تره، نه؟ جیمز کلیر میگه بزرگترین اشتباه ما اینه که شروع یه عادت رو بیش از حد سخت میکنیم. ما میخوایم از روز اول کامل باشیم. 1 ساعت ورزش، 50 صفحه کتاب، 2 ساعت مطالعه، اما مغز ما از کارهای سخت فرار میکنه. برای همین او یه قانون طلایی معرفی میکنه که به قانون 2 دقیقه معروفه. اگه عادتی کمتر از 2 دقیقه طول بکشه، احتمال اینکه اون رو شروع کنی بسیار بیشتر میشه. میخوای کتاب خون بشی؟ هدفت این نباشه که هر روز 30 صفحه بخونی. فقط 1 صفحه بخون. میخوای ورزش رو شروع کنی؟ نگو هر روز 1 ساعت تمرین میکنم. فقط لباس ورزشیت رو بپوش. شاید این کارا خیلی کوچیک به نظر برسن، اما نکته مهم اینجاست. هدف اصلی انجام یک حرکت بزرگ نیست. هدف اینه که به مغزت ثابت کنی من کسی هستم که این کار رو انجام میده. وقتی این هویت شکل بگیره، ادامه دادن خیلی آسان تر میشه. یادت باشه آدمای موفق همیشه با انگیزه تر از دیگران نیستن. اونا فقط شروع کردن و اونقدر ساده کردن که دیگه بهونه‌ای برای انجام ندادن باقی نمونده. حالا از خودت بپرس، اگه قرار باشه فقط 2 دقیقه برای ساختن یه عادت وقت بذاری، از کجا شروع میکنی؟ و حالا میرسیم به آخرین قانون. قانونی که باعث میشه مغزت بخواد اون عادت رو برای همیشه حفظ کنه. عادت خوب رو رضایت بخش کن. تا اینجا یاد گرفتیم که یک عادت خوب باید آشکار، جذاب و آسون باشه. اما هنوز یه سوال باقی مونده. چرا بعضی عادت‌ها رو چند روز انجام میدیم و بعد رهاشون میکنیم؟ پاسخش در یک کلمه خلاصه میشه: پاداش. مغز انسان عاشق نتیجه‌های فوریه. مشکل اینجاست که بیشتر عادت‌های خوب نتیجه فوری ندارن. وقتی امروز ورزش میکنی، فردا بدن ایدئالت رو نمیبینی. وقتی امروز کتاب میخونی، فردا نابغه نمیشی. وقتی امروز پس‌انداز میکنی، هفته بعد ثروتمند نخواهی شد. اما عادت‌های بد دقیقاً برعکسن. چند دقیقه گشتن در شبکه‌های اجتماعی همون لحظه لذت میده. خوردن یک شیرینی همون لحظه خوشاینده. به همین دلیل مغز ناخودآگاه به سمت پاداش‌های فوری کشیده میشه. جیمز کلیر میگه اگه میخوای یه عادت خوب رو حفظ کنی، باید برای خودت یک حس رضایت فوری ایجاد کنی. لازم نیست جایزه بزرگی باشه. مثلا بعد از هر روز مطالعه روی تقویمت یک علامت تیک بزن، یا بعد از هر جلسه ورزش پیشرفتت رو در یک دفتر یادداشت کن. شاید این کارها ساده به نظر برسن، اما مغزت عاشق دیدن پیشرفته. هر علامت کوچیک به مغزت میگه آفرین، داری جلو میری، و همین حس کوچیک باعث میشه فردا هم دوباره ادامه بدیم. به خاطر داشته باش، موفقیت نتیجه یک تصمیم بزرگ نیست. موفقیت حاصل صدها انتخاب کوچیکیه که هر روز تکرار میشن، و این دقیقاً همون پیام اصلی کتاب عادت‌های اتمیه.
اگه از تمام این کتاب فقط یک جمله رو به خاطر بسپاری، دوست دارم این جمله باشه: هر روز فقط 1% بهتر شد. شاید 1% ناچیز به نظر برسه، اما زندگی با همین تغییرهای کوچیک ساخته میشه. امروز لازم نیست همه چیز رو تغییر بدی. فقط یک عادت کوچیک رو انتخاب کن. اون رو آشکار کن، جذابش کن، آسونش کن و بعد برای انجامش به خودت یک حس خوب هدیه بده. شاید چند هفته بعد هنوز تغییر بزرگی نبینی، اما اگه ادامه بدی یک روز به پشت سرت نگاه میکنی و متوجه میشی که دیگه همون آدم گذشته نیستی. اگه این ویدیو برات مفید بود، اون رو برای کسی بفرست که این روزها به یک شروع تازه نیاز داره. در قسمت بعد با هم سراغ کتاب قدرت عادت میریم. کتابی که به تو نشون میده چرا بعضی رفتارها سالها در زندگی ما باقی میمونن و چطور میتونیم اونها رو تغییر بدیم. ممنون که تا پایان همراه من بودی. تا قسمت بعد مراقب خودت و عادتهای کوچیکی باش که آیندت رو میسازن.